ارکین ریسکولبکوف 10 سال باز است که در جشن و مراسم برندگی میکند. در این مدت مقامات 3 دفعه کوشش کردند که با قبول قانون مراسم باشکوه را منع کنند ولی به جای نرسیدند. ارکین میگوید خودش هم مخالف جشن‌های با دبدبه است، به این شرط که صاحبش پول آن را نداشته باشد. نمونه را باید در سطح دولتی نشان بدهند. من طرفدارم. پس بیایید توی‌های را که از حساب مالیات ما برگزار میکنند منع کنیم. جایی که یک جشن خود برگزار میکنند پول زیادی را به نفع خود استفاده میبرند. این دفعه پارلمان در قانون معیارهای مشخص تعیین کرده است. در جشن و توی‌ها حق ندارد بیشتر از 100 مهمان دعوت کنید. ضیافت نباید بیشتر از 1 روز باشد و در خدایی‌ها نباید اسب و گاو ذبح کرد. برای رعایت نکردن قانون $200 جریمه. سبب پیشنهاد طرح به گفته مؤلفان غمخواری در حق مردم است که با نظرداشت افکار عموم قرض گرفته مراسم باشکوه برگزار میکنند و زیر قرض میمانند. نظر خود مردم قرقیزستان گوناگون است. هر قانونی که قبول نشود طور خواستند برگزار میکنند. کاری درست میکنند. همه را باید منع کنند. اسبان زیادی را ذبح میکنند. برای خدایی بود چیل خرجی زیاد میکنند. این حق هر انسان است. هر قدر خواهد خرج میکند. حالا جنبه های دیگری منفی قانون نیز بحث می شود. بعضی هم میگویند ممکن است بعد از قبول قانون رستوران و تالارهای ضیافت که 100,000 نفر کارگر دارند ضرر بینند و مردم بیکار ماند. بر علاوه این نانوایخانه ها، آرایشگاه ها، اجاره لباس عروسی، ساحه های دیگر اقتصاد است. سر از هنرپیشگان به مثل من برنده تا بیبیه که در بازار روی مال می فروشد همه در این تجارت سهم دارند. با این قانون ما یک قسمت بزرگ اقتصاد را که حالا به زور نفس می گیرد ویران می کنیم. در تاجیکستان و ازبکستان چنین قانون‌ها سالها پیش قبول شده است. مثلا در تاجیکستان در جشن عروسی 150 مهمان دعوت کردن ممکن است. در ازبکستان 200 نفر. مراسم دینی و جشن تولد و دیگر ضیافت و معرکه‌ها نیز با قاعده‌های مخصوص و محدود دایر می‌شوند.